بریم برای ضبط. سلام، من علیرضا دولتی هستم و این اپیزود 0 پادکست نقطه صفر هست و قرار داخل این اپیزود یه سری توضیحاتی کلن راجع به پادکست نقطه صفر بدم که قراره چه اتفاقاتی بیفته داخلش. داستان از این قراره که من از گفتگو با آدما واقعا لذت میبرم، به خاطر اینکه توی این گفتگوها معمولا یه چیزایی یاد میگیرم. مثلا میخوام یه کاری رو انجام بدم، نمیدونم که اون کار چجوری قراره انجام بشه، میشینم با آدمی گفتگو میکنم و یهو میرم توی اون گفتگوه چند تا ایده جذاب به ذهنم میرسه که اگر خودم میخواستم فکر کنم و کتاب بخونم و نمیدونم کلاس آموزشی برم، شاید اون ایده به اون راحتی به ذهن من نمیرسید. بعد به ذهنم رسید که خب این گفتگوها رو که من دارم انجام میدم، کاش یه بستری مهیا بشه که من این گفتگوها رو ضبط کنم و با آدما به اشتراک بذارم. شاید همونطور که برای من این گفتگو جذاب بود و یه چیزی ازش یاد گرفتم، واسه 4 تا آدم دیگه هم جذاب بشه. نه اصلا یه آدم. 3 سال پیش بود که داشتم به این فکر میکردم و یادم زمانی که به این فکر کردم اومدم داخل یه دفترچه طلایی که هدفمو مینوشتم، اون هدفو نوشتم و حتی شکل و شمایلش هم کشیدم. یه نقاشی خیلی معمولی، ولی اون کار رو انجام دادم که تصویرش هم میبینید. خلاصه این کار رو انجام دادیم و نه شرایطش مهیا بود، نه ارتباطش رو داشتیم، نه وسایلش، تجهیزاتش، اصلا اون که کجا ضبط کنیم. همه اینا مسئله بود تا اینکه 3 سال ازش گذشت و امسال همه چیز انگار دست به دست هم داد که این اتفاق بیفته و وسایل مهیا شد، استودیوها هماهنگ شدن و دوستانی که قرار بود این کار رو انجام بدن و تو این کار کمکم کنن. مسیر شکل گرفت و استارتش خورد. بعد گفتم که خب حالا خیلی خوبه، حالا با آدمای الهام بخش و اینا صحبت میکنیم و گفتگوها رو ضبط میکنیم، اسمشو چی بذاریم؟ نشستم با خودم کلنجار رفتم و فکر کردم، گفتم خب اسمشو میذاریم نقطه صفر. حالا چرا نقطه صفر؟ ببین، هر آدمی توی زندگیش به یه نقطه‌ای میرسه که همه چیزو باید بذاره کنار و از صفر شروع کنه. حالا اینکه چه اتفاقی میفته آدم به اون نقطه میرسه، میتونه شکست توی رابطه باشه، میتونه یه تصادف وحشتناک باشه، میتونه از دست دادن یه مال بزرگی باشه، اموال بزرگی، نمیدونم از دست دادن شغل، هر چیزی، هر اتفاق این شکلی که باعث میشه که آدم به نقطه‌ای برسه بگه وای دیگه کارم تمومه، دیگه نمیتونم بلند شم. و اتفاقا توی همون نقطه هست که آدما زندگی جدیدی رو شروع میکنن و اون زندگی جدید باعث میشه که توی مسیری بیفتن که رو به رشد و اتفاقات مثبت زیادی توی زندگیشون بیفته. این معنای نقطه صفر برای منه. نمیدونم اصلا تجربهش کردی یا نه، ولی این اتفاقیه که دوست داشتم که توی این پادکست بیفته و اسمشو گذاشتیم نقطه صفر. پس این یه پادکست گفتگو محوره به اسم نقطه صفر و اتفاقا مهمونایی که من باشون صحبت میکنم هم همشون بلا استثناء توی زندگی شخصی و کاریشون به این نقطه رسیدن و این سوال مشترکیه که احتمالاً توی تمام قسمت ها میپرسم از تمام مهمونا که نقطه صفر توی زندگی تو کجا بود؟ و جوابش خیلی به نظرم میتونه در کنار سوالات دیگه‌ای که مطرح میشه برای همه ما جذاب باشه و یاد بگیریم ازش. نمیدونم تا کی زنده ام، ولی واقعا حالا که استارت این مجموعه خورده، دوست دارم یه مجموعه موندگاری باشه که هر موقع دیدید ازش لذت ببرید و یاد بگیرید ازش. این ماهیت این پادکست هست و قراره این اتفاق توش بیفته. مسیرش این شکلیه. نمیدونم تا کجا پیش میره، ولی بهش امیدوارم، بهش خیلی امیدوارم و میدونم که اتفاقای خوبی رو به دنبال خواهد داشت. دوست دارم که هر 2 هفته یک بار یه اپیزود منتشر بشه، اما خب سختیای خودش هم داره، ممکنه کم این ور اون ورم بشه، اما تمام تلاشم اینه که زود به زود این اتفاق بیفته. و مسیر این پادکست خیلی نیازمند حمایت های شماست، اینکه به دوستانتون معرفی کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و دیگه چی بود؟ کامنت هم بذارید. آره، کامنت و لایک و سابسکرایب رو توی تمام ویدیوها دوست دارم که فراموش نکنید و توی ذهنتون باشه که
این مسیر رو به جای خوبی برسونیم. همین. مرسی که نگاه کردین. امیدوارم که از شنیدن و دیدن تک تک اپیزودها لذت ببرید و براتون مثمر ثمر باشه. خیلی دوستتون دارم. مخلصیم.